سلام دوستان، خوش آمدید. امروز اومدیم ویدیوی ماینکرافتی بذاریم. اونم چه ویدیویی؟ فارم آهن ماینکرافت بدراک یا همون موبایل 1.20. خب برو بریم. نه صبر کنید. قبل از این لایک و سابسکرایب یادتون نره و ویدیو هم تا آخر ببینین که خیلی بهم حمایت میکنین. خب برو بریم. وسایل لازم و اول باید بهتون بدیم. این وسایل لازمه، یادداشت کنید که بعد به دردتون میخوره. خب اینا رو ور میداریم. خب اینم گربه، تخت، ماهی، هاپر، چست، شغل کار، فنسگیت، لاوا، آب، زنگوله، چست. خب حالا از هر کدومش چقدر داشته باشیم؟ الان مثلا برگو میتونیم 4-5 استکی بیاریم چون که خیلی زیاد لازم داریم داخل سوروایوال. چیزم اسلب هم چیز کنید، اسلب 2-3 استکی ورداریم بسه. بلاکم خیلی زیاد بیارین چون که خیلی لازمه. ویلیجر هم باید 20 تا باشه، 20 تا ویلیجر، 5 تا گربه، 20 تا تخت. حالا ماهی هم هر چقدر میتونیم بیارین، 6-7 تایی بیارین. هاپر 4 تا، چست 4 تا و شغل کار 20 تا، فنس گیت 8 تا، لاوا 1 دونه و آب 2 تا که بتونیم باهاش آب بی‌نهایت بسازیم و زنگول 1 دونه، تورچ هم 1 دونه. خب بریم برای ساخت فارم. ما اول باید یک نکاتی که داره، باید 150 بلاک از هر ویلیجی دور باشه و ویلیجر. خب حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ بلاک ها رو ور میداریم. باید یک پلتفرم 18x18 درست کنیم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. خب اینجا رو دقت کنید دیگه. وقتی اینو میذاریم نشمارید یکی، با این میشه 2 تا. خب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خب ما این پلتفرم رو درست کردیم. حالا ما باید بیایم اینجا و حالا اینجا یه بلاک بیذاریم، 3 تا هم اینجا، یه بلاک اینجا، 3 تا. نه اینجا ما باید چیز بذاریم، اسلب. از این اسلبا اینجا میذاریم. خب از این چهار جهتش باید اینطوری باشه. اول اینجا یه بلاک میذاریم، 3 تا اینجا، یه بلاک اینجا، 3 بلاک اینجا. خب اینجا انجام دادیم. حالا اینجا ما باید بریم از این پله ها بیاریم. خب این پله ها و از اینا استفاده کنیم، البته هر جنسش میشه. خب ما از این سنگ استفاده میکنیم، روز میکنیم. خب اینجا فکر کنم اشتباه انجام دادم، ببینم. بله انگار اشتباه بود، اینطوری باید شه. خب الان اینجا آماده شد. ما اینجا میایم باکت آب اینجا میذاریم. خب اینجا رو با پر کنیم. خب اینجا هم پر کنیم. شما اگه میخواین داخل سوروایوال انجام بدین، بیاین این کارو بکنید. بیاین اینجا رو
3 بلاک میکنید، یه بلاک میذارین اینور، یه بلاک میذارین اینور، آب بی‌نهایت درست میشه و دیگه لازم نیست هی آهن استفاده کنید برای باکت. خب اینجا میذاریم، اینجا هم و اینجا هم بذارید. نه 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 خراب شد. چی شد اینجا؟ اینجا انگار درست نشده. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 نمیدونم چه شده، خراب شده فارم انگار. 1 2 3 4 5 6 7 آها انگار یه جایشو خراب کردیم. حالا ویدیو رو قطع میکنم تا برم اشکالشو پیدا کنم. خب بچه ها ما اینجا درستش کردیم، حالا باید بریم بقیه فرم انجام بدیم. ما اول میایم اینجا 4 تا بلاک وسطی که اضافه میاد میکنیم، بعدش یه بلاک زیرش هم باز میکنیم. خب حالا میایم چی کار میکنیم؟ میایم چستا رو میذاریم، این 2 تا چست اینور، 2 تا چست اینور. حالا اینورم میایم چیز میکنیم، هاپرا رو میذاریم. خب این یکیش 2 تا، نه 1 2 تا 3 تا 4 تا. خب الان اینا رو که اینجا گذاشتیم میایم این فنس گیت همون رو میذاریم. خب 1 2 تا بازشون میکنیم، 3 تا 4 تا. خب حالا میایم باز میکنیم اینا رو. حالا ما میایم اینجا یه بلاکی میذاریم واسه اینکه بتونیم کار انجام بدیم. یه بلاک میذاریم اینجاش، نه اینور، میایم اینجا میذاریم بالاش، اینجا بلاک میذاریم. خب بعدش یه بلاک میایم بالا، 2 بلاک میایم بالا، اینو میکنیم. نه 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 اینجا نه، اینجا باید اینطوری کنیم، بعدش 4 بلاک بذاریم دورش. خب این 4 بلاک بذاریم دورش. حالا ما اینجا باید این فنس گیت ها رو بذاریم. خب این فنس گیت ها رو بذاریم، اول روز کنیم، این فنس گیت ها رو میذاریم و بازشون میکنیم. خب اینا رو باز میکنیم، بعدش میایم اینجا اینا رو انجام میدیم. خب بعد از این کار ما میایم اینجا یه بلاک میذاریم، میایم بالا و شیفت رو نگه میداریم، یه لاوا میذاریم اینجا. خب اینا رو بعد میکنیم. خب اینا رو میکنیم. حالا اینجا وقتشه که بریم پلتفرم جای ویلیجرها رو درست کنیم. میایم یه بلاک میذاریم اینجا روی این اینجا. خب اینا میکنیم، بعد میایم 2 بلاک روش بالا، این پایینی ها رو میکنیم، بعدش این ور رو میذاریم، اینا میکنیم. خب حالا اینم میکنیم. حالا این 4 تا که بالای باید 4 تا بلاک بالای لاواها باشن. خب حالا ما میایم اینجا این شغل ویلیجرها رو میگیریم، 4 تا میذاریم این 4 تا میذاریم اینور، 4 تا هم میذاریم اینور و 2 تا هم اینور، 2 تا هم اینور و اینا رو تا اینجا ادامه میدیم. خب اینجا اینطوری.
خب حالا اینجا که اینطوری شد یه بلاک در میایم میریم بالا. حالا اینجا رو باید یه پلتفرمی درست کنیم. اینم اینجا اینور اشتباهی بلاک گذاشتم. خب اینورم اینطوری میکنیم و دور و ورش رو همش بلاک میذاریم. خب خب حالا ما اینجا میایم چیکار میکنیم؟ این ویلیجر رو میگیریم که داخل سروایوال خیلی سخته و یه راهی هست. مثلا از ویلیجی که هست ریل کشی میکنین میارینش تا این بالا، فقط 2 ویلیجر که به اونها مثلا اگه غذا بدیم بچه بیارن و بیشتر بشن. اینطوری خیلی کارتون بهتر میشه تا اینکه 20 ویلیجر از ویلیج بیارین. خب حالا ما اینجا باید 20 ویلیجر بذاریم و دقتم که بکنید ویلیجرهایی که سبز پوشیدن و بچه ها قبول نیستن. چرا؟ چون که اونا نه کار میکنن نه چیزی و فارمو خراب میکنن. حالا باید 20 ویلیجر بذاریم. 1 2 این چیز بود، این سبز بود. خب 1 2 3 4 5 6 این بچه است. البته بچه هم میشه ولی اون باید بزرگ بشه، ولی ما الان رو نیاز داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این دهمیش از این سبزای به درد نخوره. بمیر دیگه. 10 وای باز از این پدر سگاه. 10 11 12 13. خب اینم از ایناست. بیست بزنمت. وای اونو زدم. خب چند تا شدن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب 13 14 15 16 17 18 19 20. خب حالا این 20 ویلیجری رو که آوردیم، یا خدا اینجا چه خبره؟ حالا این 20 ویلیجری که آوردیم باید این کارا رو بگیرن و برای گرفتن این کار باید براشون تخت بذاریم. خب اینجا رو تخت میذاریم، اولش زیرش بلاک میذاریم که بتونیم تخت بذاریم. 1 2 البته اینجا رو نه، اینجا رو باید اینطوری کنیم. اینجا رو باید بیایم اینجا و 4 بلاک اینطوری بذاریم و اینطوری تخت رو بذاریم. خب بیایم پایین اینا هم بکنیم. خب اینجا بیایم از این پلتفرم رو درست کنیم تا اینجا. 2 طرفش اینطوریه، 2 طرفش اونطوریه. خب اینم اینطوری. اینجا باید چیز شه، اینجا هم باید از اون 2 تایاست. خب از این ور یه دونه، اینم یه دونه. حالا این ورم درست میکنیم. این ورم درست میکنیم و این ور. بیایم پایین اینجا. خب حالا اینجا پلتفرممون اینجا درست شد. ما حالا باید بیایم تخت ها رو بذاریم. خب اینجا 1 2 3 4 5
6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا تق شد. خب حالا ما باید بیایم اینجا چیز کنیم، این بلاک های زیریشو بکنیم. این چطوره؟ خب این بلاک های زیریشو باید بکنیم تا مثلا آیرون گولمی اینجا اسپان نشه. خب بریم اینجا رو بکنیم. این برام اینا. خب حالا اینجا کارمون تموم شد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ این برگا رو میگیریم. اینجا اسپان شد آیرون گولم. اینو در میاره، اینو میندازیم اون پایین، بره تو فارم، برو تو. خب حالا واسه این که آیرون گولم اسپان نشه باید اینجا رو همشو برگ بذاریم. خب راستی داشت یادم میرفت، اینجا هم که بعد میخوایم سقفشو ببندیم یه تورچ میذاریم. حالا من 2 تورچ میذارم که مثلا بعدن اگه زرشو بستیم زامبی اسپان نشه که که ویلیجرامونو بکشه. خب اینم اینجوری و اینجا هم میبندیم. خب اینجا رو میبندیم. خب حالا اینجا اسپان پروف شد. حالا ما باید بیایم اینجا دور و ور فارم همه شد تا 5 بلاک، بذار غیر بارونی کنم، تا 5 بلاک دور و ور فارمو باید از این برگا بذاریم که آیرون گولم اسپان نشه بیرون. 1 2 3 4 5. همینطوری که دارین میبینین فارم هم داره کار میکنه. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. خب 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. حالا من باید این دور و ور پلتفرمشو همش این 5 بلاک‌ها رو همشونو باید برگی کنم. میرم و میام تا بعد. خب بچه‌ها ما اینجا اومدیم این اسپان پروف کردیم. حالا فقط 2 چیز مونده تا فارم تکمیل بشه. یکی اینکه گربه بیاریم که سرعت فارم بیشتر بشه و به جای گربه ها آیرون گولم اسپان کنه. خب این یکیش رامش باید رامش کنیم. خب اینم اینجا 5 تا باید بیاریم. خب اینم از اینا، اینم از اینا. این چند تا شد؟ 4 تا. یه دونه دیگه این که بچه است، البته فرقی نداره. زدمش. وای بیا. حالا دیگه داخل فارم زیاد گربه نمیدونم ولی زیاد اسپان نمیکنه. حالا ما باید بیایم اینجا زنگولمون رو ورداریم، یه دونه بلاک میذاریم بالا، یه اسلب روش، اینم اینجا زیرش یه چیز میذاریم، یه زنگوله میذاریم. حالا اینجا فارم دیگه تکمیل شده. تا یه ویدیوهای دیگه، بای بای.